به هر کس که بشنید بوی کباب، بگو تا بیاید کنون با شتاب. نشیند بدین جایه تا که من، بگویم ز تنفیذ شیخان سخن. در برخی کتب جدید البته تنظیف هم گفته شده که اون رو به راویان سخن وامیذاریم. آقا بیا و بشنو که بعد از کتلت شدن اون شغال ولایت چی بر سر عظمای نگونبخت اومد. غریقی شده روی دریای خشم که حتی نمانده بر او پیل و پشم. آقا در اینجا سراینده به ضرورت قافیه پشم و پیلی رو وارونه سروده، ولی چه توفیری داره که عظما پشم و پیلش ریخته باشه یا پیل و پشمش به باد رفته باشه؟ بله، پس از آن دوتا پت که تحریم خلق که سم ریخت در جان شیخان و حلق. آقا حالا بیا و بشنو از مجلس شیخان بدزاد. به اصلاح چیها فراخوان بده، خبر تو به آن ماستمالان بده. که خر داغ کردند جای کباب، زغال شما هم ندارد جواب. البته داغ کردن خر امری ملوکانه و مربوط به شاه است و قرون ماضی. اکنون در سلطنت شیخ سگ زرد داغ می کنند. شغال و سگ زرد داداشی اند، در این شعبده هر دو بس ناشی اند. حالا بشنو از جنبوندن زرشک مهمانی عظما که پوز و پوزیده رو با گردن کج به عمامه عظما ضمیمه کرد. بله، چنان لیس زد نعل شیخ صفی که خوکان نلیسند این گونه پی. به کتلت به کوکو سلام عرض کرد، برای امامش تب و لرز کرد. آقا حالا ببین بعد از این همه چاکری و دهنه دادن سگ زرد به عظما، عظمای نابکار چطور اونو تنظیف کرد. نده پس از اون همه باد و فیس، تو را من ز افلاس کردم رئیس. در این جسم بس ناقصم ذوب شو، سپس خم شو نعلین هایم بلیس. ندیدی به چشمان من بیم را، ندیدی تو آن پتک تحریم را. 90% خلق آمادند که بیت و عبایم زبون برکنند. اینجاست که باید گفت باش تا صبح دولتت بردمد و بانگ شادی و سرور و نمدمال کردن نظام ولایت سر رسد. به امید رسیدن آن روزگار خرم و فرخنده، عزت زیاد و ایام بکام.